سلام مامان جون. سلام. 5 دقیقه فقط بدید. دوست دارم مامانا، فقط 5 دقیقه منو تنها بذار. قربونت برم، درکت میکنم. مثلا 5 دقیقه چیه؟ امشب بر خود استراحت کن. ریا مال ما. بریم بابا جون. بابا جون باش گریه میکنی؟ گریه نداره. کسه شد. الان دورت کردم، من نگهش میدارم. باش بازی میکنم تا آروم باش. این تصویری که هیچ مادری حق گلایه نداره چون محیط بهش حمله میکنه خیلی وحشتناکه. آقای سعد، پدر و مادر، مخصوصا مادر، در سال اول تولد فرزند نصف یک آدم معمولی میخوابند. 1 هفته خوب نخوابید ببینید حالتون چیه. اصلا ربطی به عشق اون مادر نداره. میخوام به اون خانومی که شاید این حس رو تجربه کردی که خیلی دیگه خسته شدم، کاش میشد 2 روز بخوابم به حال خودم باشم، بگم تو مادر بدی نیستی، مادر بی‌نظیری هست.